سلام بچه‌ها، امروز توی خواب و بیداری بودم که تصمیم گرفتم پاشم و برم برای کریسمس برای دوستم کادو بخرم. اینجا نزدیک بود سگ سیاه افسردگی بیاد رومو منصرفم کنه. اینم از روم و تکاییم، همه روم و تکاییم کثیف بود. لباسامو گذاشتم. از جام بلند شدم و سمت توالت راهی شدم. گوگلی نیست؟ توالتم؟ وارد آشپزخونه شدم و با این صحنه مواجه شدم. میخواستم داد بزنم پس کلفتمون کدوم گوریه که یادم اومد خودمم. اینجا فقط میخواستم ماگمو بهتون نشون بدم. دیگه بریم حاضر بشیم. اینم لباسیه که در نظر گرفتم. گربا خیلی عادت داشتم که همش هر جا میخواستم برم به دوستام زنگ میزدم بیاین اینجوری اونجوری، اما خب اینجا چون دوست زیادی ندارم، اینا دوستای جدید منن که اینا رو میذارم و کلا میرم تو فضا. اینجا چقدر خوشگله، کاشکی بودا عکس میگرفت. اونایی که بچه دارن دوچرخه سوار میشن از این صندلی کوچولوها دارن برای بچه‌شون. خیلی گوگولیه. اونقدری که دوچرخه هست اینجا ماشین نیست به خدا. گفتم قبل از اینکه برم کادو بخرم اچرنم یه ترکی بکنم. از این خوشم اومد، اما شانسم به روایت تصویر. از اینا مثل آدیداس سامبا یه خورده، اما جنس فکر نکنم داشته باشه. ماما میا، ماما سیتا، سرم اوردینری. شامپو خشک خیلی اعتیاد آوره آقا، خیلی. اینجا کسی استارباکس رو زیاد تحویل نمیگیره، میان همینجا بیشتریاشون. از اینجا قراره من کادو پیدا کنم. چقدر گوگولین. چطور تاس میتونه اینقدر خوشگل باشه؟ وای دلم رفت برای این تاسا.
میخواستم اینو برای خودم برای قدردانی و از اینجور چیزا بخرم تا قیمتش رو دیدم. الان من اینم، اما تا قبل از دیدن قیمت ها رو که میبینم این شکلی میشم. وای دست از پاد راستر مجبورم بیام اینجا بیرون. فقط و فقط به خدا به خاطر تو دارم میام تو. ناامیدانه داشتم میرفتم سمت خونه، اما یهو شیطون گولم زد و اومدم اینجا. با خودم عهد کرده بودم دیگه فست فود نخورم، اما نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. داشتم از گرسنگی میمردم و یه دونه از این برگرهای گیاهی طور سفارش دادم. اینجا هم دارم سس میریزم برای خودم، این یه ذره دیگه بیشتر. مثلا من خیلی آدم سالم خاریم، از کلاه زیرو استفاده میکنم. زارد ریخت چرا؟ غذام اومد، خیلی خوشحالم. بریم که داشته باشیم. اینجا واقعا افسردگی گرفتم از اینکه دوباره فست فود خوردم، اما خب راه چاره‌ای ندارم چون همه رو لنبونده بودم. توی سوئد وقتی که اینجور جا غذا میخوری باید خودت آشغالاشو خالی کنی، که من خیلی خوشم میاد از این فرهنگشون، چون باعث میشه کسی دیگه نگاه از بالا به پایین نداشته باشه و خب یه ذره کار برای اونام راحت تر میشه که اونجا کار میکنن دیگه. دارم میرم سمت خونه، خیلی هم دلم گرفته، برای همین دیگه از خودم فیلم نگرفتم. این خیلی این گوگولی بودش. میدونی چیه؟ داشتم با خودم فکر میکردم که آقا من اصلا دارم اینجا چی کار میکنم و دوباره فکرهای منفی اومد سراغم. اما به خودم گفتم که ببین وقتی یه چیزی به دست میاری در ازاش چیزی هم از دست میدی و این حالت هم طبیعیه. میخوام بهت بگم اگه تو هم دچار این افسردگی ها و اینا میشی طبیعیه، اما تهش همه چی خوب میشه.